سلام و درود به همگی، خیلی خوش اومدیم این ویدیو. آقا برای این ویدیو اومدیم ترجمه هفته دوم RPI سیزن جدید رو انجام بدیم. پس بزن بریم سراغش. خب برای ترجمه اول میریم تو بخش RPI ویک و ویک 2. خب اولین میشن به ما گفته که بعد 6 تا آدرنالین همین سرنگا استفاده کنیم. میشن دومش به ما گفته که بعد 5 بار اسموک برداریم. البته توجه داشته باشین که این دوتا میشن اول برای کسایی که الایت میکننه، یعنی تا الایت نکنین اینا برای شما RPIش حساب نمیشه. خب از این رد میشیم میرسیم به RP سوم که گفته باید 60 دقیقه پلی بدیم تو مچ، تا 6 بار هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. ماموریت چهارمش گفته که ما باید با سلاح‌های اسالت رایفل مثل M4 AK M700 و مثل همینا 10 تا کیل بگیریم توی پوچینکی ارنگل و بعد کلاسیک مود باشه. ماموریت بعدیش از ما خواسته که بعد ما 10 تا کیل بگیریم با AKM توی کلاسیک مود که این ماموریت آسونیه. ماموریت بعدیش از ما خواسته که ما باید 3 تا مچ رو وین کنیم در حالی که از هلمت 3 استفاده میکنیم، اونم توی کلاسیک مود. ماموریت بعدیش از ما میخواد که ما 5 نفر رو کیل کنیم بکشیم در حالی که هدشاتشون کردیم، یعنی باید هدشات بشن تا اینجا حساب بشه. ماموریت بعدی خواسته که یک بار ما وارد چالش با همین باسی که به اصطلاح تو آپدیت جدید اومده با اون وارد چالش بشیم و بزنیمش. حالا مهم نیست که بزنیم یا بمیریم، مهم اینه فقط باش وارد چالش بشیم. همین یارو 9 تومه نارنجی شبیه روباه، آره خودتون میدونین کدومو میگم، من رو اسم دقیقش رو نمیدونم. خب ماموریت بعدیش از ما خواسته که 3 روز وارد بازی بشیم توی هفته دوم که این خودش انجام میشه، اصلا نمیخواد شما کار خاصی انجام بدین. ماموریت بعدیش از ما خواسته که ما باید بپریم توی یک مکانی به اسم اینجا لاین گاردین که توی راندوه اگه اسم رو درست تلفظ کرده باشم. اونجا باید شما لند کنین تا این ماموریت انجام بشه. ماموریت بعدیش که حالا برای ما انجام شده، من خودم یه مچ پلی دادم، اینجوری که ما بعد یک بار با اسکارل یک دونه انمی رو بکشیم توی کلاسیک مود. خیلی هم آسون. ماموریت بعدیش از ما خواسته که ما باید یک بار توی تاپ 10 لیویک بشیم که این هم آسونه واقعا. و ماموریت آخری هم که از ما خواسته که یک مچ با فرندمون توی مود پلی بدیم. خب دوستان این بود از ترجمه RPI. خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردین. اگه تا اینجا موفق باشین. خدا حافظ.